مراسم جنبستی مسابقه کشاد ولایتی اوید با تکواندو برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت در تالار ورزشی به نام رستم اماکیف شهر بوستان برگزار گشت. غالبان جایزه داران با مدال افتخارنامه و جام و جایزه های رئیس ولایت سوخت در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند. در هیئت دستوی ورزشکاران دسته شهر بوستان صاحب مقام اول، تکواندوچیان شهر استرافشان صاحب جای دوم و ورزشکاران ناحیه سپیتامین صاحب مقام سوم شدند. اما امروز در این چهاربینی در این مسابقه کشاد ولایتی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت تحت عنوان 35 سال استقلال 35 قلعه ورزش اشتراک کردیم و این مسابقه در سطح خیلی بالا برگزار کرده شده است و خوشبختانه در این چهاربینی باشگاه ورزشکاران ما از ولایت ختلان اشتراک کرده و سزاوار جای نمایان کردند و من باشم میهمانداری خود را به تشکیل کنندگان این چهاربینی میرسانم که این خیلی مثل یک چهاربینی های در سطح بلند برگزار نمودن چنین چهاربینی های بلند ورزشی برای یعنی بلند تقویت بخشیدن همین ورزشکاران ولایت سوخت بهترین است.